خبر خطرناکی بدم. امروز توییت کردم. خبر خطرناک اینه: رئیس هشت‌الشعبی امروز وارد ایران شده. از ترس اینکه قرار اتفاقاتی تو تهران بیفته. دیشب هم که عبدالله شهبازی میگفت، من بهش میگم هسته‌های مقاومت، ایشون میگفتش که بالاخره مشاور وزارت اطلاعات داشت میگفتش که این لشکر سری و شبکه‌های سری که اسرائیل ایجاد کرده به زودی اتفاقاتی رو رقم میزنن. اما هشت‌الشعبی رو برای درگیری با نیروهای سری استخدام نکردن. در اوج این که مردم همدان دارن اعتراض میکنن که آقا این بچهای هشت‌الشعبی دارن به دختران همدانی براشون مزاحمت ایجاد میکنن، دارن دختر بچهای همدانی رو اذیت میکنن. در این شرایط ببخشید یه لحظه، این پسرمون این بوقه رو برداشته، یه دونه شیپور داره، این شیپورای استادیومی. شما صداشو نمیشنوید چون اتاق من عایق بندیه، ولی صداش من میشنوم. من صداش قشنگ دارم میشنوم. به همسر جان گفتم که بگیر این شیپور را از این بچه. خیلی خوب. نکته‌ای که وجود داره این هشت‌الشعبی الان مردم همدان اعتراض کردن که آقا شما دارید به دختر بچه‌های ما چیز میکنید، تجاوز اینا. خب شما تو این لحظه شاید فکر کنی آقا رئیس هشت‌الشعبی اومده که معذرت خواهی کنه که ببخشید این اتفاق افتاده. نه، اتفاقا اومده با آقای رادان دیدار داشته برای همکاری امنیتی. همکاری امنیتی یعنی چی؟ البته تو خود سایت تصنیم من داشتم اینو میخوندم، فرمانده هشت‌الشعبی با سردار رادان دیدار کرد. 40 محور گفتگو. آقا یکی در مورد امنیت 40 بود، یکی هم در مورد امنیت مرزا بوده. ولی خب وقتی که نیروهای هشت‌الشعبی در دانشگاه تهران و در دانشگاه شیراز و در دانشگاه همدان مستقر شدن، آیا بگیم که فقط در مورد 40 و در مورد در حقیقت 40 و در مورد در حقیقت مسئله مثلا خیلی بوق میزنه در مورد 40 و در مورد مرزها دارن صحبت میکنن؟ به هیچ عنوان. این اتفاق وقتی که اینا با هم دیگه گفتگو کردن در مورد بحثایی که تو دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز و دانشگاه همدانه. یعنی جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه، چون میترسه از اون شورش‌های خیابونی در آینده بعد از حمله اسرائیل، میترسه، داره رسما نیروهای نیابتی خودش رو وارد ایران وارد کرده، داره حالا هماهنگ‌تر میکنه. رئیس هشت‌الشعبی با نیروی انتظامی برای چی باید صحبت کنه؟ بله، پوششش محور 40، پوششش امنیت مرزهاست، اینا پوششه. ولی وقتی که این نیروهای هشت‌الشعبی در درون دانشگاه تهران، درون دانشگاه همدان و در درون دانشگاه شیراز، صرفا الان 3 تا دانشگاه اینا حضور دارن، در درون این شهرهای بسیار مهم که شهرهایی بوده، هم شیراز هم همدان هم تهران، شهرهای در حال اعتراض خیزی است، در درون این دانشگاه قرار دارن، یعنی میخوان مردم ایران سرکوب کنن. ببینید همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، پارسا برای من دوباره ویدیو فرستاد از زمان آغاز آتش‌بس تو این 4 روز تصفیه حساب‌ها و شورش‌های توی بالاخره غزه رخ داده و تا اینجا دیروز من میدونم 16 نفر از مردم غزه رو تروریستای حماس اعدام کردن، هر کدوم به یک بهانه. یکی از این بهانه‌ها برام جالب بود. چند نفر اعدام کردن دیروز سالا به بهانه اینکه شما تو این داستان رفتید، یادتونه غذا درست مثلا گذاشته بودن که آمریکایی‌ها غذا میدادن، همون گفتن این سازمان ملل غذا نده، خود آمریکایی‌ها غذا میدن و غذا گذاشته بودن تو رفح. میگه که شما چند نفرتون ما رصد کردیم رفتید رفح غذا گرفتید و حالا تو شهر غزه اینا رو آوردن تو ملأ عام اعدام کردن، قشنگ گذاشتنشون وسط، مردم دور تا دور تیر زدن تو کله طرف. چرا؟ گفت جرمش اینه که رفته از دشمن غذا، یه تیکه نون گرفته از دشمن یه ذره آب گرفته بخوره، آب گرفته، غذا گرفته، داده زن و بچه‌ش، زدن کشتن طرفو. یک بهانه بوده. یعنی میخوام اینو بگم اگر جمهوری اسلامی، اونایی که میگن آقا مملکت باید با پای خودمون مثلا آزاد بشه، هر شب اینا رو میگم که یه رفرش کنیم چون دوباره جنگ شروع بشه، ما وطن پرستان 12 روزه دوباره خواهیم داشت. نه اسرائیل غلط کرده، حمله کرده، ما باید ملت ایران با پای خودشون، این چرت و پرتایی که اگه با پای خودتون میخواید آزاد شید، خب الان برید آزاد شید دیگه. الان که اسرائیل حمله نکرده برید آزاد شید. خفه شید، پس خفه شید، 47 سال سر کارمون گذاشتید، بس دیگه، ببندید دهنتون.
و الان اینا رو یادمون باشه که اتفاقاتی که توی غزه داره رخ میده، اگر جمهوری اسلامی سقوط نکنه و اگر جمهوری اسلامی خیالش از حمله اسرائیل راحت بشه، میفته به جون مردم ایران. همین الان گزارش‌ها در همدان یه جورایی از یک شبه حکومت نظامی داره خبر میده، چون از همدان ترسیدن اعتراضات دیدن. و در شهرهای بزرگ، در تهران من شنیدم امروز تو خیابون انقلاب نیروهای تذکر حجاب رو مستقر کردن. گشت ارشاد داره آهسته و پیوسته میخواد برگرده. الان نیروهای تذکر حجاب ریختن تو خیابونا، در بخشی از مناطق شهرهای تهران و بعضی از شهرهای بزرگ دارن تذکر حجاب میدن. پس اینو حواسمون باشه، اگه مرحله بعدی جنگ شد، هر آن کسی که گفت آقا اسرائیل غلط کرد فلان کرد ما فلان، بزنی تو دهنش. اسرائیل اهدافی رو میزنه که مال جمهوری اسلامیه. اگر در این اهدافی که میزنه مال جمهوری اسلامیه پیامدش متاسفانه در جایی صدمه‌ای به مردم ما بزنه، آگاه باشید که اون هدف نیست، پیامده. و ما میخوایم از شر این رژیم رها بشیم. شر رژیم هم میخوای رها بشی، قربونت برم، بالاخره یه هزینه‌ای رو جامعه میده. هممون هزینه دادیم، هر کدوم به شکل خودمون. من نزدیک 4 سال زندان بودم، هر کدوم شما بالاخره ضربه‌های خودتون رو دیدید. هر کدوم ما هزینه دادیم، بالاخره هزینه است دیگه. منم هزینه‌هامو دادم و دارم میدم، همین الانم دارم هزینه میدم، از دیدن کشورم محرومم. اینا داستان است. پس بنابراین اگه دیدید که وطن پرستای 12 روزه اومدن و ضد اسرائیل و اومدن شکرخوری اسرائیل کردن، اینا باید دفعه بعد آگاهانه تر بهشون بگیم خفه شید. این خیلی نکته مهمه، وگرنه الان مثل حماس یا آتش بس شده، الان حماس افتاده به جون مردم غزه، داره خیلی‌ها رو میکشه. الان تو این 2-3 روز داره همینجوری اعدام میکنه و ترور میکنه. اینم از این قضیه.